لیونل مسی لیگ آمریکا معجزه الهی. این داستان مهدی به کمک مسی میرود. سلام و درود خدا بر شما باد. در این ویدیو پس از درخواست تصویری لیونل مسی از مهدی خان اومدیم لئو مسی رو از لیگ امریکا نجات بدیم. سلام مهدی خان، مهدی لیونل مسی هستم. در این پیام ویدیویی از تو میخوام که منو کمک بکنی تا بتونم توپ طلای امسال و قهرمانی لیگ آمریکا رو بگیرم. بدون کمک تو جنی مهدی خان نمیتونم این کارو انجام بدم. و پس از این پیام مهدی خان به عنوان معجزه‌گر الهی تصمیم میگیرد تا به کمک تو میاد لیونل مسی با همین لباس آرژانتین بعد مهدی خان به اینتر میامی میپیوندد. البته چی احساس عالی دارم قبل شروع فصل. البته که من در باشگاه‌های متعدد و بزرگی کار کردم، اما این باشگاه انقدر نوبه که از شمس آذر قزوین که تازه امسال اومده توی لیگ برتر عقب‌تره رنکینگش. مهدی خان که اولین درخواستی که از باشگاه داره شماره 11 رو از باشگاه مطالبه میکنه. بعد اولین بازی مهدی خان نوشته در روی نیمکت است. چند خبر شگفت انگیز دارم. بنال یادته که به من گفتی شماره 11 رو می‌خوای، ولی من گفتم که فلانی شماره برای فلانیه. خب بعد باشگاه در تو در این مدل مردد بود گرفتی. بارکالله. و خبر بعدی که متأسفانه داریم اینه که مهدی خان به سن 30 رسیده و اوورالش شده 95. این یعنی داره پیر میشه. باید به مسی پیام بدم تا به مدیر باشگاه اعلام کنه منو بذاره ترکیب فیکس. الو سلام مسی جون، خوبی داداش؟ چطوری؟ آقا ما اومدیم توی رختکن نشستیم همینجوری. شما وسط بازی اولا چجوری داری گوشی جواب میدی؟ آها ایرپادی. ایول. آقا با اینا بگو ما رو بازی راه بدن. اومدیم تو الکی نیمکت نشستیم و همین بودش، ما رو اینجا بازی راه ندن. دیگه اگه میخوای کمکت کنم من دیگه لباس آرژانتین رو فقط واسه خودت پوشیدم. دیگه کاری بکن ما بیام تو ترکیب فیکس قرمون شکلت. به به مهدی خان حضور پیدا میکنه در کنار لیونل مسی با شماره 11. جانم مسی. بعد میام کمک کنم به مسی. بعد کمک کنم به مسی. پاس به مهدی خان رسید. مهدی خان میرسونه به لیونل مسی. تو بهش لو رفت یا نه؟ به سوپر نگار رو همچنان پاس به جلوتر. پاس مهدی خان میرسه اونجا. مهدی خان کاتشو میده. برو گمش کنار. وای لیونل مسی و مهدی خان توپ رو میرسونه. مهدی خان خود مسی رو میخواد حرکت بندازه. مسی نمیتونه بیاد، پس کار مسی و مهدی خان میخواد انجام بده. رو به جلو. خود مهدی گل نشد. بزنش. واسه مهدی خان حرکت شروع به جلو. دوباره خود مهدی خان راه میندازه اونجا. مهدی خان از سمت جناحین داره نفوذ میکنه. آخرین موقعیت برای این تیم. یه دبل تاج از مهدی خان به سمت وسط میاره. مهدیو زدن. پدر سگ بهش کارت بده جلو. چکور. آقا بده من بزنم جان پدرت. ای بابا برون پدرت این کیه آخه گذاشتی اینجا پنالتی بزنه؟ مهدی رفت بیرون مصدوم شد. بارکالله. بوس برون کله مسی. نجات مهدی خان برای مسی. بوس برون کله. تقدیم به خودت. واسه گل روی خودت. بله مهدی خان مصدوم شد و رفت بیرون. چهارم جدول. یک هفته مصدومم. ای وای. سلام مهدی خان، امیدوارم که حالت خوب باشه. تو یکی از بهترین دوستای من بین ایرانی‌ها هستی. ممنونم از اینکه اولین پیروزی رو در اولین بازی برایمون به ارمغان آوردی. زودتر خوب شو و برگرد، به کمکت نیاز دارم. بعد از پیام دلگرم کننده مسی برای مهدی خان در عرض چند روز فقط خوب شد. در عرض چند روز به بازی بعدی میرسه. در ترکیب مسی مهدی خان بارکالله. منو مسی بگیر صحنه رو. مهدی خان بزرگ در کنار لیونل مسی. پاس گلت با من. الان شروع میشه. حالا لیونل مسی که با افتخار لباس رو بر تن کرد و موضوعبند کاپیتانیو گرفته و مهدی خانی که آخر صف، یعنی اینجا با شماره 11 میشه رو وایساده تا به تیم روحیه بده. بعد مهدی خان مشاهده میکنید در کنار لیونل مسی با شماره 10. چه صحنه زیبایی این صحنه. پاس مهدی خان میرسه. لیونل مسی رو اونجا راه میندازه. مسی داره راه میافته پشت مدافعی. مهدی خان تو به شلو میره. پاس مهدی خان به جلوتر. لیونل مسی رو گرفته و مهدی خان میرسه قربون شکلت من پاس دادی. پدر بولم میشم چنان میدونم پدرت نشست دادا. آقای مسی خان رخصت. حالا مهدی خان به سبک کریستیانو ال رونالدو با چوب قرار گرفته. ناکل شده از وسط زمین میزنه. من این احمق گلنشه راست. من بعد برم اونور مسی بیاد اینور. نفهم. هی حالا بکش سیرش. بفرما آقای مسی خان. پاس به لئو مسی میرسه. حالا از این سمت پاس بعد مهدی خان برسونه. عجب خرایی هستن. حالا مهدی خان خود مسی. پاس مهدی خان لو میره تو. یه بار گام شو. نفهم خدا. مسی بگیرش. مسی واسه خودته. مسی واسه خودت. وای پنجم. در رکیب اصلی حضور نداره. چی؟ این حاصل کار شماست. وقتی نمیتونی حتی یه گل بزنی، اما من حدس میزنم این فوتبال برای شماست. برمیگردیم خواهید دید. بابا ولمون کن. باز 6 روز مصدوم. برگشتم از مصدومیت. گفته برای شروع نمیتونم صبر کنم. در حالی که مسی هستم سال 6 برای تو با کسی بازی داریم که صدر جدوله. میدونم میپدم. بابا هوایی نده دیگه. بگی مسی. بابا ویلکام شد دیگه بی پدر. چه خطایی؟ پنالتی به خدا داری میز در تیمو. گل خوردیم دیگه. ریدم تو دهنت. بده من داداش. بده من. اسکول بده جلو. بده جلو. من دارم به روی خودم نمیارم. بده دیگه. مسی لبخندتو داشته باش. بگی مسی بگیرش. مسی بگیرش پاسو بده. ای وای
مسی داداش من اصلا کاری نکردم مردی که خند آقای احمق بده من مسی داره میره پاس به لیونل مسی باشه مدافع مسی بزن بره تو گل پاس گل مهدی به لیونل مسی یکی میشه بازی خوشحالی گل خودش انجام میده مهدی خان میاد و تبریک میگه بهش قربون شما آقای مسی خان حالا مهدی خان با یک پاس گل به لیونل مسی ترند میشه بعد اول صفحه روزنامه ها رو میگیرد به خود واسه وسط اونجا میرسه خود مهدی خان داره اونجا حرکتشو انجام میده توپ رو سعی میکنه نگار داره اونجا توپ لونه میده مهدی خان حرکتش رو به جلو مسی رو تعویض کرد یا نه پاس به لیونل مسی میتونه به جرقه شوتش کنه گل نشد باورم نمیشه ریدیم هشتم ریدیم لیونل مسی گفته بله اون شوت من بود اما من نمیتونستم بدون پاس مهدی خان انجامش بدم آقا با دی سی یونایتد داریم ساعت 3 سوم دی سی واسه کی کشیدیم بر اون پدر تیم خیلی گاوه خیلی تیم گاوه وای چه گلی خوردیم نیات مسی بسیار سخته واقعا آهان بابا برام بی بخون آقای مسی خان من اینجا هستم بده اینجا مسی بده اینجا بابا بی پدر به قرآن مجید میگیرم پدرتو در میارم هی داری منو میزنی تو مسی بزن به شما میرسه این گاشتر تبدیل به گل کنه لیونل مسی مهدی خان میره واسه ریباند اضافه میشه مهدی تموم میکنه کارو حالا مهدی خان که جانش رو فدای مسی کرده بود و قطعا پس از این بازی احتمال معصومیتش 90% ولی مسی رو به گل میرسونه همونجا فرستش کن بشوتش مهدی وای تیر دروازه دمل بازیکنان دی سی یونایتد دقیقه پایانی نیمه اول 1-1 مساوی لیونل مسی پاس رو به مهدی خان میرسونه مهدی خان بازار رو حرکت میکنه خود مهدی رو به جلو داداش نکش سیرچ انصاف بابا بی پدر بده من مسی پاس رو داد به مهدی خان پاس رو به وسط میرسونه خود مهدی خان پاس به مهدی شوت مهدی پاس مهدی خان میرسه اونجا مهدی خان توپ رو استاپ کرده میخواد پاسشو بده نگهدار مهدی از یه نفر رد میشه 2 نفر 3 نفر میخواد از چند نفر رد بشه این بازیکن یه نفر میخواد تیری بزنه اونجا پاسشو میده مهدی خان رو به جلو حرکت میکنه دوباره میدی به من مردک بیشو 1-1 شدیم باز ششم 11 توی داریم نفر اول 5 امتیاز با اون فاصله داره هیچ دیگه میخوای بگی که حتما مصدوم شده مهدی خان رو نیمکتم من خبرم در بازی امروز در رکیب اصلی هستم و پنجمی چی؟ کوین دی بروینه حالا تو این تیمن؟ پاس بالای خود رو از بین دوتا بازیکن قدر اونها رد میشه و پاس رو باید بده مهدی خان لیونل مسی رو نمیبینم توی این بازی مگه نیست مسی تو صورت تو نگاه کن صورت مهدی رو نگاه کن بود مهدی خان رسید مهدی خان استوب زیباش اونجا انجام میده پاس رو به جلوتر میرسونه به سمت چپ مهدی رو نفوذ میکنه رو به جلو پاس به مهدی خان رسید اونجا لیونل مسی باید حرکت بکنه پاس به مسی پشت همه چه گلی زدم خدا شاهده چه گلی زدم چه پاس گلی دادم من قربون مسی خان قربون مسی ممنونم ازت تشکر کرد از من خواهش می‌کنم ازت قابل تون نداشت اصلا من کل وجودم واسه شما جانم فدای شما هستم اما هنوز که مهدی خان گلی نزده و اینجا باید خودمو نشون بدم واسه مهدی خان به سمت گوشه پاس زیبایی اونجا میندازه حالا شما رفت اون داره نفوذ می‌کنه در مورد دفاع حریف شماره 24 حالا مهدی خان همونو بده میرسه بهم اولاغ بده به این عقبی بده من کت مهدی بابا ریدیم داره میدیم اینجا داره بگیرش واو ریدیم بازم مساوی و مهدی خان دوباره نشست و فکر کرد تا یک راهکار اساسی بیاندیشد و پیداش کرد ما باید پست دلخواهمون من به این احمق نگفتم و الان من باید بهش بگم که منو فقط هافبک هجومی بازی بده تا مسی و هیگواین برن جلو من عقب باشم برکل این شد الان مسی آردو میزنه من از این طرف میام پست عالی اینه حالالی شد بده من برو بابا مسی کو حرکت مهدی خان پشت مدافع این سرعت بالایی داره این بازیکن سرعت بالایی داره کسی به گرد پاشم نمیرسه پاس مهدی رو به داخل بابا مسی کو تموم شد بازی مسی برو جلو دیگه داداش اینجا چیکار میکنی تو آخه آقای مسی خان شما برو جلو بسوار به من عقبو داده زیبای مهدی خان سرعت زیبایی داره این بازیکن برون پدر اومد گمشی بیارین ریدیم بابا ریدیم مساوی و دردی درم این بازی باید ببریم آجی واقعا سرم درد گرفت من هرس خورد برو گرفتم اصلا ایگوان یادم میشم واسه مهدی خان حالا عجب خدا شاهده من دفاعیش ربطی نداره گمشین گل بخوره بزنیم چاک بیاده دیگه مسی برو حرکت مهدی خان رو به جلو یه دونه زاویه یه دونه شوت ای وای شکاتم بد شده گل خورد داشت ریده تیم مسی من نمیدونم مسی چی دیده اومده تو این تیم هیچی بلد نیستن گاو ناکن بده من دیگه اولا شوت کن بره تو بجی برون پدرت حضرت عباس مهدی خان بده پاسو مهدی کات بده بره تو گل
برو کلا متخان بازی رو یک بر یک میکنه. برو کلا. ای آقا سی رو نگو سی رو بشه مسیم. تنظیمات شوشو رو عوض نکردم من. متخان بازی رو یک بر یک مساوی میکنه. مسی رو آوردن بیرون اما متخان جانشین مسی در این باشگاه. مثلا متخان رو به جلو بالا میرن واسه ضد حمله. شوتو بزن. برو کلا چه گلی. کامبک میزنه تی. اینتر میامی دقیقه 87 با تاثیرگذاری مستقیم متخان کامبک رو زد 2-1. تموم برد این تیم توسط متخان. متخان بهترین بازیکن زمین میشه در قیام مسی در نیمه دوم. سوم کارانزا گل برتری تیم زد. مرد که من گل نمیزدم مثلا کامبک نمیذاریم ما. سوم این و صدر جدول 4 امتیاز باش فاصله داریم. تورنمنت ریدمان ساعت 9:30 شب من نمیدونم چه خبره ولی بریم. این چیه داداش؟ این چیه؟ ای وی آر داره این بازی؟ چی؟ من فرمول تیمو دارم یواش یواش به دست میارم. به نظر من کلا نباید برم تو دفاع و جلو باشم 3 نفری هیگواین و مسی و من زیرت بریم تو گل. آقای مسی خان هیگواین متخان رو میندازه اونجا. حالا متخان یه دونه دریبل زیبا اونجا میزنه خطا رو گرفت. اینو گل شده بدون آقای مسی خان. همه خط با تو این مامان. آهان حالا مسی خان پاسش به مسی. اومدم مسی اومدم. نگرش دار بده. آروم ریدم. این بازی رو ببازیم از کل تورنمنت هست میشه. گم شو کنار. گم شو جلوی پای من نباش. ای میگ مسی. مهدی خان کاتش خاک تو سرت کنم. تو حضرت عباس مهدی خان پاس به سمت هیگوان گلش کن. جان پدرت گلش کن. برو کلا مهدی خان. برو کلا واسه گل از مهدی خان. قربون شکل آقا مهدی خان هیگوان لئو مسی و خوشحالم که خوشحالی مسی خان. من بابا سک. خاک. تمام مساوی باز. سومیم. مهدی خان امروز در رکیب اصلی با کسی بازی داریم که هفتمه. اگر که این بازی رو ببریم خیلی خوب باشه. ما باید مدل تیم ملی با اینو بازی بکنیم وگرنه عمرم میشه. پاس مسی میرسه توسط مهدی خان. آروم باش. آدم باش. هیچی ولش کن. این که ریباند برمیگرده مطمئنم. مهدی اونجا تو برنگر روشی میخوام از مهدی بگیرن. شماره 21 شون خطرناکه. مهدی یه دونه نفر دیگه میذارن اونجا. برمیگرده به سمت داخل محوطه جریمه. میخواد شوتشو انجام بده. مهدی تو برنگر روشه. یه دریبل زیبا. سرعت هم زیاده ها. شوت کن مهدی بره دیگه. باور نمیشه انقدر سخت شد بازی. یه دریبل زیبا از مهدی خان. از بین 2 نفر داره اونجا رد میشه. از بین 2 نفر. آها اونجا مهدی توپیری زیبا میکنه. حالا لیونل مسی و مهدی باید برسونه پاس مسی. برو شوت کن دیگه بابا لعنتیو بزن. یو اول فصل خدا مساوی. من ریدم تا اینجای کار واقعا. سومی رفتیم بالا 5 امتیاز. 8 امتیاز با 100. مهدی خان چی گفته این حاصل کار شماست. اما من حد می‌زنم این فوتبال برای چقدر دریوری چرا میگی. بزن برو تو گل. وای مسی بزن برو تو گل. برو کلا. قربون آقا مسی و مهدی خانی که اومده مسی رو چقدر کنه خوشحاله. اینجا داشته باش من چیکار میکنم. مثلا چک ببینم استن سرویس. بیا جلو ببینم. یه دریبل این 2 دریبل. برو واسه دریبل بعدی. اینم دریبل بعدی. حالا شوت گل. اینجا رو بزن. اینجوری گل نمیذارم. یه دفعه میذارم خاندان و اجداس میان روش چه. جان تو این صحنه رو گرفتی دیگه. حالا این اصلا مهدی خان برو کلا مهدی خان توپ رو گرفت. یه دونه حرکت زیبا. یه دونه شوت. تمام میکنه کارو. این از هوش. آقا این حرکت ها رو نزن جلوی مسی. این حرکت ها مسی هم خوشش میاد. اینا که آینده رو میبینه. اصلا که قهرمانی واسه ماست. ببین این احمقا دارن پاس رو به عقب میدن. خب و مهدی خان دست اینا رو خونده. توپ جذب میشه مهدی خان. اگه میخواید قانون جذب توپ رو بفهمید پکیج ثبت نام بکنید بخرید. بازی رو همون 3-0 بردیم و شدیم دوم. LA Galaxy. مهدی خان یه دونه اوورالش رفت بالا. چجوری حساب کردی داش؟ خیلی خوب. الان دوم این مکلام واسه ریال 6 امتیاز. خیلی کارم سخت شد. آقا میذاره اومدیم جلوتر. جام حذفی متاسفانه حذف شدیم اما الان شدیم دوم و 1 امتیاز واسه جدول مسابقه دادیم ولی فقط 3 تا بازی مونده. اگه نتونیم بهشون برسیم کارمون تموم. مهدی خان چه گفته ما اونجا فقط تماشاچی ولش کن. امروز با کلمبوس بازی داریم که کلمبوس 16 بعد اینو ببریم خدا وکیلی و بعدش هم با تیمی بازی داریم که اونم 11 اینا راحتن خدا شاهده. اینا رو بعد ببریم. سخت‌ترین صحنه و 2 تا بازی حساس. یکی این بازی یکی بازی بعدی که مسی بعد خودشون نشون بده. شانس بیاریم که اونا یه بازی ببازن یا مساوی بگیرن وگرنه قهرمان نمیشیم. بریم هیگواین بده من برو مسی. مسی برو بفرما آقا مسی. بیا بده من. نه ای وای زد منو.
خطا رو بگیر. یا حضرت عباس و حضرت آدم و حوا واسه مهدی به اون سم. حالا خود مهدی داره حرکت میکنه رو به جلو. حالا باس به جلوتر. احمق کی گفت بدی به من؟ واسه مهدی خان که بسیار داره ضعیف میشه. حالا اونجا مهدی خان به سمت گوشه باید برسونه. مهدی خان اونجا داره نفوذ میکنه به سمت داخل. ضربه رو میزنه. بزنید دیگه. بده جلو دیگه بده. پدر سگ حالا زمینه کار کردش. عجب ثبات ندارین شما. آخه هر سری دارین یه تکنیک بازی میکنین. برو مسی برو تک به تک مسی. یا حضرت عباس خدا. برو مهدی. یا حضرت عباس چیپ مهدی. حالا گل میشه. برو کلا. آها حالا بگو سیرو بابا. بگو سیرو اینجا. دهن سرویسا. تمام این بازی رو میبره مهدی خان بزرگ. بهترین بازیکن زمین بازی کاپیتانی هم گرفتم از مسی. قربون آقا مسی. قربون لوگو آرژانتین. تو آفرین صدر جدول نبردشون. صدر جدول همه چی با بازی آخر بستگی داره. اینجاست که مهدی خان معجزه آسا معروف میشوند. ما صدر جدولیم 38 امتیاز. ما کسی بازی داریم آقای ونکوور وایت کپس که 13 ساعت 12 تو دانشگاه متروپول آرنا. برای این بازی ببینیم که در این ورزشگاه بالاخره مهدی خان همه رو با لیونل مسی کاپو میبرن. حالا با این تیم آشغال یا نه. پاس هیگواین به مهدی خان بزرگ. پشت همه مهدی خان. سرعت بسیار خفنی داره این بازیکن. پاسش رو به بیرون. واسه مهدی خان میرسه دیگه که زیبای مهدی خان. هیگواین مهدی مسی رو می‌خواستم راه بندازم که پشیمون میشم. خودم مستقیم میزنم. بده من بابا بده من. مسی بگیرش. مسی بده من. بابا گوشه کنار هیگواین. دهن سرویسی فقط اومده نفوذی دشمن اونجا وایساده داره میره تو بازی. ما بزن بره تو گل دیگه. بزن بره تو گل. بالاخره آردون گل میشه. و حالا اینجا میخوام سی رو بگم. تمام نیمه اول یکیچ. نیمه دوم جون بچه‌ها بده من. یه دبل تاچ زیبا اونجا میزنه مهدی. زدن مهدی رو اما اصلا کشه مهدی خان داره اما نمیدونن که مهدی بیدون نیست که به این بالا ببره. بعد میخواد یه ناکل شات از وسط زمین بزنه. ووش. این 75 مسابقه چیزی نمونده تا با پایان این بازی و برد و قهرمانی اینتر میامی. لیونل مسی مهدی خان باید راه بندازه. بعد موقعی توپو خراب میکنن. مهدی اومده تو دفاع تمام قهرمان میشه. لیونل مسی توسط معجزه‌گر یعنی مهدی خان قهرمان لیگ امریکا میشه. اگه مهدی خان نبود و در بازی قبلی و در این بازی تک گل بازی رو نمیزد تا الان ما اینجا نبودیم. قربون آقا مسی با من نشون میدین کباکو چی نشون میدین؟ هیچ غلطی نکرد تو بازی. بندازش بالا. قربون آقا مسی. خودم میام زیرش میگیرم. آقا من کجام؟ آقای مهدی خان دست دادم یه زیر مسی بگی بنده بالا. ببر بالا. اوه چه جامی هم هست. ببر بالا. قربون آقا مسی مبارکت باشه. مسی کاملا راضی و خوشحاله و دیگه میخواد این لیگ رو ترک کنه. ولی هیچ کس به خوشگلی مهدی خان نمیشه. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. امیدوارم ویدیو باشید. تا ویدیوهای بعدی.